امید رحمانزاده فرزند یگانه گنرال مایور جمعخان فتورов صبح 28 اکتبر در سن 34 بر اثر بیماری جگر از عالم چشم پوشید. به گفته نزدیکان این خانواده امید را همگی 2 روز پیش به علت کفیدن جگرش در بیمارستان بستری کرده بودند. امید رحمانزاده را همین روز 28 اکتبر در دوشنبه در کنار عمکش گنرال علیخان فتور رحمان که ماه سپتامبر سال 2020 قربان کرونا ویروس شده بود به خاک سپردند. امید رحمانزاده تا سال 2014 در اگنسی مبارزه با کروپسیا و سالهای بعد در وزارت کارهای داخلی کار میکرد. از او 3 فرزند باقی ماند. در این اواخر این علکه بار سوم است که غم و ماتم در خانواده در نویه دنغره پرنفوذ فتور رحمان را میکوبد. روز 9 آگوست احمد جان رحمتزاده فرزند 4 فتور رحمان در سن 53 در شهر باختر به علت کرونا ویروس وفات کرد. روز 24 آگوست سنگین ماه رحمان و همسر فتور رحمان در سن 92 در دهه پرکمچه جماعت پوشنگ نویه دنغره که این خانواده از همینجا برخواسته است از عالم چشم پوشید. همین طور 1 سپتامبر سال 2020 گنرال مایور علیخان رحمانزاده پسر سیوم این خانواده نیز قربانی کرونا ویروس شده بود. شادروان فتور رحمان و همسرش سنگین ماه رحمان و 5 پسر داشتند که 3 نفر آنها سزاوار رتبه گنرال شدند. از یک عائله برخواستن 3 گنرال در تاریخ تاجیکستان حادثه به سر خود بی سابقه است. پسر کلانی آنها گنرال مایور جمعخان فتورov سالهای زیاد معاون زارا گنرال عزت الله شریف زاده رهبر سردار زندانهای وزارت عدلیه بود و حالا به نفق برآمده است. فرزند دیگری فتور رحمان گنرال لالخان رحمانزاده که در طول قریب 10 سال رهبری اگنسی اموال مخصوص را در دست داشت. گنرال مایور میلیسا علیخان رحمانزاده قبلا در مقامهای سردار ریاست مبارزه با مواد مخدر وزارت کارهای داخله و معاون وزیر کار کرده چند سال رهبری سرریاست زندانهای وزارت عدلیه را نیز بر عهده داشت و سپس باز به وزارت کارهای داخله برگشته سردار چندین ریاست از جمله رهبری خدمات محافظه را بر عهده داشت. 3 اکتبر سال 2019 علیخان رحمانزاده رهبری ریاست اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخله به اصطلاح پلیس سیاحی تعیین شد، ولی بعد کمتر از 1 سال کار در این مقام 1 سپتامبر سال 2020 از کرونا ویروس جان باخت. پسر 4 این خانواده احمد جان رحمانزاده سال 1968 به دنیا آمده. رشته حقوق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده بود. 1 عمر در نظام پروکراتور کار کرد. او چندین سال پروکورور نویه قبادیان و دوستی ولایت ختلان بود. سال گذشته او به پروکراتور گنرالی به کار گذشت و در ریاست نظارت اجرای قانونها در مقامات میلیسا و اگنسی ضد مواد مخدر کار میکرد. احمد جان رحمانزاده نیز الکی به رتبه پلکوونیک عدلیه دست یافت. در آستانه مثل 3 برادر دیگرش گنرال شدن قرار داشت ولی عمر وفایش نکرد. او روز 19 آگوست سال 2021 در منزلش در شهر باختر در سن 51 به علت کرونا ویروس از عالم چشم پوشید. فرزند اعظم خردی فتور رحمان سراج رحمانov سال 1972 به دنیا آمده. رتبه مایور دارد. او در حال حاضر در مقام سردار گذرگاه گمرک در نویه شهرتوز ولایت ختلان کار میکند.